سلام حاجی، برای سانتافه که تو دیوار زده بود خدمت رسیدیم. سلام از ماست. سانتافه عزیزم قولت نمیدم ولی یه وانتافه خوبی برات دارم. حاجی که سانتافه نیست. سان چه تافه ای؟ تافته جدا بافتن. حاجی ما هم راه خرموج اومدیم تو دیوار عکس سانتافه گذاشته بودی که. آقای من هر جا سانتافه بره وانتافه میره، چه فرق میکنه؟ تمام سرویساش انجام دادم. باد لاستیکش هم چک کردم، شیشه‌اش هم دادم تمیز کردم، توش هم جارو کشیدم، ضربه گیراش هم تازه برات عوض کردم، سپرش هم خونم بیا بدم. لنتش هم صوبی چک کردم ولی اگه میخوای ببریش با عوضش کنی. خدا شاهد نیازی به سیستم صوتی هم نداری. دفع جلوش برات دائم میخونه. یا بغل ننه هاشم. تو خوشخواه بخاری نداره ولی برفاکنی داره، اینو خدا بیامرز ببین میره میاد. حاجی مدلش چند حالا؟ 402 نه 92 لابد 82 دیگه. نه چه خبره دی؟ حالا هفتهش خیلی فرق نمیکنه. 72 بنویسش بده. حاجی پولا خوردن نداره. ما بطریناش هم خوردیم. بچه برازونی چاخ کن. حاجی بیمه هم داره؟ بیمه حضرت عباس داره ولی ای بلند جار بزنی ابوالفضل رو میکمکش. حاجی تو که گفت ماشینو صفره. ماشینو الان هم میگی خود صفره. کیلومتر 4 بار رفته تا آخر صفر شده. تو خونه چند نفرین؟ 5 نفر حاجی. خوبه مشکل روشن کردن هم نداری. چرا؟ میخوای هولش بدی یا نه؟ حاجی لاستیکش چند درصده؟ 90 90% سالم؟ خراب. خیلی با وفا. زنت ولت کنه این ولت نمیکنه. مشتری اول آخرش هم خودت خودی باری سری. بسا جان حاجی. یه خونه بریز عروسک میبری چشت نزنن. حاجی ما که خریدیم. صاحب سند کجا؟ ات 24 کجا؟ قبرستون. به همین نمک همش ضرر رسید. چسبان بس میشه لازمت میشه. چسب چرا حاجی؟ هر جاش افتاد یه قطری بده. اجال داره بزرگتر میکنه میرمیسه قیمت چند؟ 500. چه خبره؟ عزیزم تلخمون نکن. الان با 500 تومن اینم نمیدنه.